بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله متعال برش گفت که اذهب برو تو ابلیس خبیث، فمن تبعک منهم، پس هر کسی که متابعت کرد منهم از این انسان ها یا جن ها، فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا، باز جهنم که از جزای تمام شماست، یعنی جزای تو ابلیس و جزای او انسان ها و جنیاتی که از تو ابلیس پیروی میکنن. رهبریت سیاسی، اندیشه های خطرناک شیطانی را که تو در بین از اینا ترویج میکنی، اگر اونا باز از تو اطاعت کردن، باز جهنم بر خودت و کسانی که از تو پیروی کردن جزاء موفورا، یک جزای بسیار کامل است. الله متعال گفت برو دست آزاد، بنده های واقعی مرا فریب دادن نمیتونی. او کسایی که مخلص هستن و ما اخلاص دارن او را فریب دادن نمیتونی، چرا قبلا هم الله متعال گفت که شیطان هیچ سلطنت بالای مؤمنان نداره. قدرت و سلطنت شیطان بالای مردم های بیدین است. الله متعال برش گفت که واستفزز من استطعت منهم بصوتک، برو اونها را مثلا از جا بجنبانشان، یا اونا را مثلا براه غلط ببر. من هر کسی را که استطعت تو توانستی منهم از ایشان، به صوتی که با صدایت. اینه یکی از صداهای شیطانی موسیقی هست. صداهای خطرناک شیطانی چی است؟ موسیقی و ساز است که در یک پارچه موسیقی 30 جنایت و 30 گناه هست. یعنی یک نفر که یک پارچه موسیقی را میشنوه و میبینه و در تو مجلس اشتراک میکنه، یک گناه دو گناه نیست، چرا یک برنامه خطرناک شیطانی است. در یک پارچه موسیقی 30 گناه هست. شاید شما بگوین 30 گناه کدام گناه هست؟ من نمیدارم کلش براتون بگویم، در درس ها گفتیم میشه استفاده کنین. مثلا یک گناهش امو اشعار است که در او اشعار کفری هست، اشعار شرکی هست، اشعار و ابیات هست که مردم به زنا و به گناه دعوت میکنه. این کلش گناه های از موسیقی است. در این موسیقی که است مثلا پیسه تا به غلط مصرف میکنی، در این موسیقی و ساز مثلا وقت تا که ثروتت از منفی استعمال میکنی، در این موسیقی نظر به طرف دختر نامحرم میکنی، در این موسیقی اختلاط بین محرم و نامحرم میشه، در این وسایل موسیقی وسایل شیطانی هست، از این استفاده میکنی. مجالس موسیقی مجالس شیطانی هست، صداهایی که تو را به طرف شهوت و گناه میکشونه. کل از اینا تقریبا ما یک دفعه حساب گرفتم 30 گناه در یک پارچه موسیقی هست. این حال انسانی که موسیقی و کارا را میکنه، الله متعال بر شیطان میگه واستفزز و بجنبا و گمراه بساز و حرکت من استطاعت، هر کسی را که میتونی. الله متعال هم برش چلنج میته بر شیطان، به صوتی که با صدایت برو، خوب اما تو خواندن ها بکو، صدا بکو، دعوت بکو، چیخ بزن، بخوان، رقاصه ها را تور بده، سازنده ها را مست بساز. موسیقی که هست این وسیله شیطان است، غذای نفس است. بعضی کسا میگه غذای روح است، غذای نفس است. چرا؟ نفس شیطان در حرکت میره و باز میرقصانه و بازی وجلب علیهم. الله متعال برگه برو باز جلب کو، بخوای بخیلی که سواره هایت، لشکر که سواره باشه، و رجلی که و لشکری که اونا پیاده هستن، برو لشکر سواره و پیاده تا که داری کل از اونا را سیب کشکده بیار و شارکم فی الاموال، و شریک شو امرای عظمی شیطان صفت ها در مالایش، مالشانه در راه تو مصرف کنین. حالا انسان شیطان صفت کدام یکیست که وقت خود در راه شیطان مصرف میکنه، مال خود در راه شیطان مصرف میکنه. راه شیطان کدام راه است؟ هر راهی که مخالف شریعت اسلامی هست او راه شیطانی هست. گفت مالشان هم در راه تو مصرف کنه و در مالشان هم شریک شو، در اولادشان هم شریک شو. وعدهم و وعده هم برشان بده که شما دیگه خوب برشان وعده های چرت بده. و ما یعدهم، الله متعال میگه و مسلمان ها شما متوجه باشین که شیطان بر شاگردای خود وعده نمیته الا غرورا، مگر چیزهای فریب و غرور عادی برشان میته که بی ارزش است. الله متعال بر شیطان یک اخطار قوی میته، یک حکم قوی خود بیان میکنه که این یقین داشته باشه و شیطان، این عبادی، یقینا که بنده های حقیقی ما کسایی که الله ای بنده های خود عزت داده به طرف خود نسبت دادشان، که بنده های مره که عقیدهشان از قرآن و سنت است،
عملشان مطابق قرآن و سنت است، اخلاقشان مطابق قرآن و سنت است، رهبرشان رسول الله صلی الله علیه و سلم است و در عصرهای قدیم دیگه پیغمبرها هست. انسان هایی که بنده های حقیقی ما هستند، لیس لک علیهم سلطان، نیست بر تو هیچ سلطنت بالای از اینا، هیچ سر از اینا حکومت کردن نمیتونی. و کفا بربک، و کافیست به پروردگار تو که وکیل کارساز از اینا باشه. یعنی وکیل مؤمنین حقیقی، موحدین حقیقی الله هست و شیطان سر انسان مسلمان حقیقی هیچ سلطه و قدرت نداره. و یک دفعه که بگوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شیطان ها فرار میکنن از سرزمین و از منطقه. ربکم، ای مردم، خالق شما، الذی، او ذات است که یزجی لکم الفلک، متحرک میسازه چی را؟ برای شما الفلک، کشتی ها را، فی البحر، در بحرها، لتبتغوا من فضله، تا که شما طلب بکنید از فضل الله، تجارت بکنید، سیاحت بکنید، حرکت بکنید، جهاد در بحرها بکنید. انه کان بکم رحیما، یقینا که خالق شما بسیار مهربان است. و اذا مسکم الضر فی البحر، اینال این مردمای مشرک الله متعال برشان میگه که شما چی عادت زشت دارین مشرکین. مشرکا چی عادت دارن؟ که در وقت مرگ الله را یاد میکنن. انسانای بیدین هم قرآن فقط در مرده خود، قرآن میگه این کتاب مرده هاست، در خوشی خود الله را یاد نمیکنن، در خوشی خود سازنده را یاد میکنن، رقاصه را یاد میکنن، گناه را یاد میکنن، رواج ها را یاد میکنن. باز که مردن باز میگه اهل مولوی صاحب بیار، اهل قرآن بیار، اهل دین بیار. میگه مشرکین بیدین که است، صفتشان چی است؟ وقتی که در بحر نزدیک غرق شدن، سرشان عذاب آمد، باز الله الله میگه. باز او بت‌ها و قبرهایی را که پرستش میکردن او باز یادشان میره. چرا؟ میفهمه که بیچاره خدا نگاه کردن نمیتونن. از این خاطر الله متعال میگه اذا مسکم الضر، وقتی که بر شما برسه یک تکلیف فی البحر، در بحر، ضل، فراموش میشود، من کسانی که تدعون، شما او را دست دعا برشان بلند میکردین، او بت‌ها و قبرهایی که شما بر از او میرفتین، او چی میشدن؟ و فراموشتان میشه. الا ایاه، باز او وقت دیگه بازمو ایمان فطری از اینا طور میخورن، باز فقط الله را، الا ایاه، فقط خالق یکتا را، الله را باز چی میکنن؟ او را صدا میکنن که یا الله ما را نجات بده، یا الله ما را. فلما، پس هنگامی که الله متعال میگه نجاکم، ما شما را نجات دادیم، الالبر، در خشکه، از بحر نجات دادیم، اعرضتم، باز این مردم بیدین اعراض میکنن، باز و کان الانسان کفور. الله متعال میگه این انسان های بیدین بسیار ناسپاس هستند. خب شما حالا در خشکه که اگر هستین، الله متعال میگه افامنتم، آیا شما احساس امن میکنین در زمین، ان یخسف بکم جانب البر، که فرود برد یک قسمت از خشکه را. بعضی اوقات است که حتی عذاب الله در خشکه می، یک مردم در جریان رقص می باشن که یک دفعه زمین دو توتا میشه، کلش در بین امی چخور میرن، مثل قارون که در بین خاک غرق شد. جانب البر، یک جانب از خشکه. او یرسل علیکم حاصبا، یا ای که بالای شما یک باد تند بوزه که شما را مثل سنگ واره سر شما سنگ بریزانه. حاصبا یعنی باد تنده که با سنگ انسان چی میکنه؟ اما توی بادها سنگا رو میره در فرق از را میزنه. ثم لا تجدو، باز شما نمیابید لکم، برای شما وکیلا، هیچ مددگار و کارساز. امنتم، یا این قسم شما در امن هستین، ان یعیدکم فیه تارة اخرى، که باز شما را به می بحر ببره. فیرسل علیکم قاصفا، باز بالای شما روان بکنه یک چی را؟ یک طوفان خطرناک که قصف، اما تو مثل چی وارست که تو صداهای خطرناک می مثل بم وارد در بین بحر، از یک طرف رعد و برق است، از یک طرف امواج بحر است، من الریح، از بادهای خطرناک. فیغرقکم، باز شما را غرق بکند، بما کفرتم، بس سبب ای که شما کافر شدین و کفران نعمت کردین، ناسپاسی کردید. ثم لا تجدوا لكم علینا به تبعا، باز لا تجدوا نیافین لکم برایتان، علینا بر ما، بهی در آن دمی حالت،
طبیعا هیچ نصرت کننده، اعانت کننده، دادرس و بازخواست کننده. الله متعال میگه ولقد کرمنا بنی آدم. الله متعال میگه ما به عظمت خود کرامت دادیم بنی آدم را و حملناهم و حمل کردیم امی بنی آدم را فی البر و البحر، اینا را در خشکه و در بحر، و رزقناهم و روزی دادیم برشان من الطیبات از چیزهای پاک و خوب، و فضلناهم و اینا را فضیلت دادیم علی کثیر ممن خلقنا بر بسیاری از مخلوقاتی که ما اونا را خلق کردیم تفضیلا فضیلت، یعنی انسانها را نسبت به جنها فضیلت داده، نسبت به ملائکه و بسیاری مخلوقات دیگه و حیوانات و نباتات و دیگه جنبنده ها بالای تمام از اینا الله متعال چی کرده؟ این انسان فضیلت داده. الله متعال میگه یوم روز قیامت روز است که ندعو ما طلب میکنیم میخواهیم کل اناس هر فرقه را به امامهم با امامشان. شما رهبرتان کی را گرفتین؟ هر فرقه را به امرای رهبرش طلب میکنیم. فرعون صفتیا کت فرعون میاین، کسایی که قوم پرست هستن امرای موسولینی و هتلر میاین، کسایی که کمونیست هستن در رأسشان لینن است، کسایی که دموکرات هستن امرایشان سارتر و ژان ژاک روسو هست، کسانی که مثلا بت پرست هستن همو بت و مجسمه پیش از اینا هر کسی الله متعال میگه باز ما میخوایم کسی که پیرو حق است رهبران حق پیش میباشه. الله متعال ما و شما را نصیب بکنه که در عقب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم روان باشه در روز قیامت. الله متعال میگه یوم ندعو، روز قیامت روزش که صدا میکنیم کل اناس هر قسم مردم را به امامهم هر طایفه را با امو رهبرشان، رهبریتشان کی هست. بعضی از مفسرین باز میگن که یوم ندعو کل اناس روز قیامت روز است که ما طلب میکنیم هر قوم امامشان با دفتر اعمالشان، که امرای هر کدامشان دفتر اعمالشان اما تو با شاهدان یک جای می باشه و اردوش هست، هم رهبر پیش می باشه و هم دفتر اعمال در گردن انسان می باشه و ما و شما در مقابل خالق متعال ایستاد میشیم. او روز بسیار سخت است که الله متعال برات بگه که چرا نرفتید از صف رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ چرا در عقب اسوه‌ای که من براتان تعیین کرده بودم که و براتان در قرآن گفته بودم که ای مسلمان ها، ای جوانای مسلمان، ولکم فی رسول الله اسوة حسنه، اسوه حسنه رهبر خوب برای شما، معلم خوب، راهنمای خوب، رهبر سیاسی خوب، رهبر دینی خوب، رهبر اجتماعی خوب، رهبر اخلاقی خوب، رهبر اعتقادی خوب بر شما کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا تو ظالم پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم نرفتی که در امام تو می بود، رفتی پشت از کافر و ملتد و ملحد و فلانی؟ بسیار خطرناک است. انسان چقدر ذلیل میشه که ملائکه بکیسن که نه تو در صف رسول الله صلی الله علیه و سلم حق نداری، کلگی میدوه دست پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم و ملائکه میاد دست هر کدام از اینا میگیره برای تو دموکرات نبودی، تو سوسیالیست نبودی، تو کمونیست نبودی، تو قوم پرست نبودی، بکش قوم پرستا را. از چهره ها میگه معلوم میشه، هر کس از چهرهش معلوم میشه و همون طرف کشانده میشه. بسیار سخت است که دفتر اعمالتان باشه در پیشاری کلان نوشته شده باشه قوم پرست، کمونیست، سوسیالیست، خلقی، پرچمی، سیکولر، بیدین، رقاص. انا لله و انا الیه راجعون. خوشا به حال کسی که رسول الله صلی الله علیه و میگه من امت خدا باز اونجا چه قسم میشناسم؟ غر محجلین. میگه امت من مثل اسبهای ابلق هستن. اسبهای ابلق چی معنی؟ میگه اسبهای ابلق معنیش چی است که در روز قیامت چون یک نیزه امی آفتاب قیامت به سر انسان نزدیک میشه، مغز انسان در جوش میره، چهره انسان سیاه میگردانه سیاه. باز میگه امت ما که هست جاهایی که با آب وضو سفید شده ایره باز آفتاب قیامت سیاه کردن نمیتونه، باز دستایشان سفید، ریایشان سفید،
پایایشان سفید، دیگه اعضای بدنشان سیاه سیاه هست. اینه میگه مثل اسبای ابلق واره. من میگه از دور میشناسم اون امت ما هست. الالا ملائکه اون امت ما را زود بیارین در قطار. این حالا کسایی که باز کمونیست و سوسیالیست شده باشه روی سیاه باز مدرای در صف پیغمبر سسم ملائکه می الله برای تو ابلق نیستی، تو نمازها رو قضا نمیکردی، تو دین نمیخواندی. اگه نماز رو کدام وقت خواندی بودم به غرور و تکبر و به فساد و به جنگ و به فلانی. پس الله متعال ما و شما را، امام ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است، رهبر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله متعال ما و شما را در روز قیامت با رسول الله صلی الله علیه و سلم حشر بکنه. فمن اوتی کتابه بیمینه، پس هر کسی که داده شود برش کتابه، همو دفتر اعمالش، بیمینه به دست راستش، فاولئک، باز این گروه مردم یقرؤون کتابهم، قرائت میکنن کتابشان را، دفتر اعمالشان را، ولا یظلمون، الله متعال میگه بالای از یا ظلم نمیشه، فتیلا، به اندازی یک تارک که در خسته خرما می باشه. شما می خسته خرما را وقتی که خرما را نوش جان کردین، باز می خسته خرما را سیل کنین، در خسته خرما در دلکش یک دانه تارک خورده. سیر عرب ها فتیل میگن. میگه به اندازه می تارک هم سر کس ظلم صورت نمیگیره. و من کان فی هذه اعما، کس که بازده ایچ دنیا خود به نابینایی انداخت، چشم داره خود نابینا میپرته، حق نمیبینه، قرآن نمیبینه، سنت نمیبینه، به او عمل نمیکنه، فهو فی الاخرت اعما، در روز آخرت باز نابینای حقیقی میشه. اونجا هم باز چشمایش الله از پیشش میگیره. و اضل سبیلا، و ای بسیار بیراه هست، یعنی گم کرده امو سبیل راه حق را. الله متعال میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک تعداد از کافرها پیش شما میاین، یادتتان باشه، حتی پیش پیغمبر میامدن، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که ما کلانای سیاسی، ما قدرتمندای سیاسی، ما رهبریت سیاسی در کنار تو استاد میشیم، به شرطی که تو این جوانا را و این مردمایی که امرای تو هست یاره از پیشت بلال حبشی رو وسکو، این دیندارا رو وسکو، این جوانای با ایمان رو وسکو، چون اینا امکانات اقتصادی کم دارن، نام و نشان ندارن، یا رو وسکو. الله متعال به رسول الله سمیه که و این کادو، و نزدیک بود که لیفتنونک، که این مردمای مشرک داره در فریب و فتنه پرتن، عن الذی، از آن چیزی که اوحینا الیک، ما بر تو وحی فرستادیم، لتفتری علینا غیره، تا که افترا بر ما بکنی به غیر از آنچه که بالای تو وحی شده. یعنی تو باز راهی را اختیار کنی که او راه غیر از وحی است. و اذن باز اونا میگن در این صورت لاتخذوک، میگیرن تو را خلیلا، دوست خود. باز میگن اگر قرآن ترک کردی، اگر سنت ترک کردی، اگر مردمای دیندار و جوانای خوب ترک کردی، باز ما برای تو چی میکنیم؟ خوب دوست خود میگیریم، چوکی سیاسی برات میتیم، قدرت سیاسی برات میتیم، در اوتلهات را دعوت میکنیم، در دار و ندوه جای تو میباشه، باز بسیار تو چی میداشته باشی؟ احترام و ارزش زیاد میداشته باشی. الله متعال بنده های حقیقی مخلص خدا خودش حفظ میکنه. الله متعال میگه ولولا ان ثبتناک، اگر ای پیغمبر ما تو را ثابت قدم نمی ساختیم که تو در مقابل دسایس و برنامه های از اینا ثابت قدم و استوار باشی، لقد کدت، نزدیک بود که ترکنوا الیهم، که میل بکنی به سویشان، شیئا قلیلا، یک چیزه. اگر این کار میکردی، اذن سعی کنین. چقدر خطرناک است کسایی که از شریعت الله، از قرآن و سنت دور میشن و میخواین که به کسانی که ضد قرآن و سنت قوانین میسازن بر از اونا نزدیکی بکنن و مطابق خواسته های از اونا تسلیم از اونا شون. الله متعال به پیغمبر خود اخطار میده، میگه اگر این جوانای مسلمان و مردمای دیندار از خود دور میکردی و به امرای این رهبرای سیاسی قریش و اعضای پارلمان دارالندوه یک جا میشدی، به خاطر ازی که تو
پیش ازواج جای پیدا کنی و اونا باز تو را دوست خود میگرفتن، اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، باز در او صورت ما برای تو میدادیم دو چند عذاب زندگی در دنیا و دو چند عذاب پس از مرگ. چون عذاب به اندازه رتبه داده میشه. هر قدر که انسان رتبه بلند داشته باشه امتحانش بلند است. و اگر باز انسانی که پیش الله مقرب است و نزدیک است و رتبه عالی داره، باز ای اگر گناه میکنه و تسلیم میشه، بازی انسان عذابش نسبت به انسانهای عادی دو چند است. الله متعال میگه باز لأذقناک، باز تو را میچشاندیم ای پیغمبر ضعف الحیات، دو چند عذاب زندگی دنیا، و ضعف الممات، و دو چند عذاب مرگ. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، باز سپس لا تجد نمیافتی لک برای خودت علینا بر ما نصیرا هیچ مددگار، باز هیچ کس تو را کمک کرده نمیتونست. و این کادو لیستفزونک، و نزدیک بود که اینا تو را بلغزانن، تو را چی کنن؟ تو را بکشن من الارض، از امی سرزمین مکه، لیخرجو که تا تو را خارج بکنن منها. یعنی استفزاز چی مانا؟ که یک نفر بسیار سرش فشار میاری تا که این منطقه را ترک بکنه و تا چیز کنه. گفت نزدیک بود که اینا فشارهای خود زیاد بکنن سر تو، پیش از این که امر الله شود تو از مکه برایی، لیخرجی که منها، که تا تو را از بیرون بکنن. ولی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر اینا کامیاب هم شوند و تو را از این منطقه بیرون برانن بکشن، خودشان باز آرام میمانه؟ الله متعال میگه و اذا لا یلبثون خلافک الا قلیلا، باز اینا باقی نمیمانند پس از تو خودشان مگر یک تعداد کمشان، خود از اینا باز هلاک میشن، برباد میشن. و همین قسم هم شد وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مجبور ساختن که هجرت بکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که امر الله شد که برو هجرت بکن، رسول الله وقتی که هجرت کرد، سران قریش که ابو جهل بود که هیچ فکر نمیکرد، امیه ابن خلف بود که ما هلاک شویم، اتو هلاک و نابود شدن که تکت تکت شدن. و چند سال بعد دیگه کلشان تسلیم شدن و مکه فتح شد و کسانی که کافر بودن نابود شدن و کسایی که ایمان آوردن که همی قلیل بودن و دیگرایشان هلاک شدن. سنت من قد ارسلنا قبلک، الله متعال میگه ای سنت است، اونمو دستوری هست که ما قبلا هم فرستاده بودیم، قبل از تو هم پیغمبران را فرستاده بودیم، من رسولنا، از پیغمبران ما. سنت من قد ارسلنا چی مانا؟ یعنی میگه اینمی روشی که کافرها امرای شما پیش میگیرن، این روش تنها بر تو نیست. تنها کافرها نمیخواه که در عصر شما مؤمنای حقیقی را یا به طرف گروپ خود جذب بکنن، ذوب بکنن، و یا ای که اینا را از منطقه برانن که بیخی فرار بکنن، بگریزن و مهاجر شون. این کار که است میگه تنها در عصر شما، در وقت شما نیست. سنت من قد ارسلنا قبلک، این سنت تمامی پیغمبرها هست. هر پیغمبری را قومش از منطقهش کشیدن، اذیت کردن، راندن، مجبور شده به مهاجرت. حتی رسول الله صلی الله علیه و وقتی که امو خدیجه کبری علیه السلام، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و پیش کاکای خود میبره ورقه بن نوفل، بازو امو وقت میگه کاش که امو وقتی که تو را باز مردم از قریه میکشه، ما اموجه زنده باشم تو را باز کمک بکنم. رسول الله صلی الله علیه و میگه مردم خو مرا صادق میگن، امین میگن، طیب میگن، طاهر میگن، مرا دوست دارن، حجر الاسود ما برشان در جایش ماندم، بر ما بسیار احترام میکنن. او برش میگه که نه، این سنت پیغمبرها هست که تو چون آخرین پیغمبرها هستی، تا وقتی که توحید بیان نکردی این مردم تو را خوش داره، وقتی که توحید بیان کردی باز این مردم دشمن تو میشه. همیشه کافرها دشمن موحدین حقیقی هستن. وقتی که موحد حقیقی باشی، حقیقتا توحید الله را، توحید ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات حقیقتا بفهمی و مطابق از او عمل بکنی، مطابق قرآن و سنت، تو را میکشن. تا حال 40 سالگی که تو را نکشیدن و حجر الاسود بر تو گذاشتن و تو را دوست دارن، علتش چی است؟ که تو خود تا بر مردم توحید نگفتی. رسول الله هم تا 40 سالگی خود توحید نمیگفت.
مجردی که شروع کردی آله همین قسم است. برو در یک مجلس وقتی که قرار بشینی، مثلا اونجا ساز است، اونجا رقص است، قرار اونجا بشی، کلگی میگه که چقدر خوب آدم است، کلگی میگه گردت میشینه. یک خواندن فرمایش نمیتی که خواننده بخوانه، نمیگن بچه ها بخیزه یک رقص بکنن، کی بخیزه؟ اما اگر برشان گفتی که رقص حرام است، این کار تا ناروا هست، این جنایت است، این کارا را نکنین، یک دفعه کلگی باز میخیزه در جان تو، باز تو را بخید در مجلس هم خوش نیستن که باشی. پس اینجا الله متعال میگه که این سنت یا روشی تمامی پیغمبرها هست که من او کسانی که قد ارسلنا فرستادیم قبل که پیش از تو من رسولنا از پیغمبران ما ولا تجد لسنتنا تحویلا، اینمی روش ما تغییر نمیکنه که تو دعوتگر حقیقی هستی، اینمی سختی ها را باید تحمل بکنی. فهمیدین نه؟ اگر برای حق روان هستی امی سختی ها را باید تحمل بکنی. اگر نه که باز رفتی تسلیم شدی و باز رفتی مثل که دوایت قبلی آمد، باز الله متعال جزای تو را دو چند می سازه. اقیم الصلاة ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم، اقیم اقامه کو الصلاة نماز را. اقامه نماز چی است؟ که نمازت مثل نماز پدرت نخوان، مثل نماز پدرکلانت نخوان، مثل نمازایی که مثلا مردم تیز و غلط میخوانه و امو سوره فاتحه را تا بال معنایش یاد نداره، این قسم نخوان. نمازت مثل نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردان، به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز بخوان که در نمازت خشوع باشه، در نمازت عاجزی باشه، نماز با وقتش بخوانی، نمازش با اونمو احادیثی که آمده مطابق از این آیات و احادیث نماز بخوانی. این اقامه نماز میگه که اقیم الصلاة، نماز حقیقی به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بده. لدلوک الشمس، در وقت زوال آفتاب، الى غسق اللیل، تا تاریکی شب، و قرآن الفجر، و در نماز صبح خوب قرآن بخوان، در خود نماز بعد از نماز صبح زیاد قرآن بخوان. چرا؟ میگه این قرآن الفجر کان مشهودا، در وقت نماز صبح که شما قرآن میخوانید در مسجد، در اینی وقت نماز صبح ملائکه حاضر میشن. یعنی ما و شما میفهمیم که قطر انسان 4 ملائکه میباشن. یک ملائکه در دست راست است کرام الکاتبین، یک ملائکه دست چپ است، یکیش حسنات نوشته میکنه، یکیش سیئات و گناهایت. 2 ملائکه حفظت الکرام هستن، یکی پیش رویت تو را حفظ میکنه از شیطان هایی که میخوای بر تو حمله بکنه، و یکی هم از پشت سر تو را حفظ میکنه که کسی از پشت سر تو شیطان های جنی که میخوای سر تو حمله بکنه تو را حفظ میکنه. پس این 4 ملائکه به همراه تو هست. این 4 ملائکه که روز هست، 4 ملائکه شب می باشه. ملائکه روز و شب که هستن، اینی ملائکه که گناه ها اعمال شب تنوشه کردن در نماز صبح، کل 2 ملائکه دیگه میان. این 2 ملائکه دیگه وقتی که آمدن امرای ازی همون پیرداری خدا تبدیل میکنن. کلشان یک جای میشن. چه وقت؟ در وقت نماز صبح. یا که یک جای شدن، بازوار میان که برادن وظیفه شما ختم شد، بگیرین این شخص به شما میفهمین و دیگه از این هم دوستیگاه خدا جمع میکنن میرن. پس قرآن الفجر، و دیگه باز یک مرتبه دیگه هم در نماز شام، در نماز عصر میباشه که در این 2 وقت باز ملائکه باز شد میشه. یعنی 2 ملائکه روز صبحکی میان تا دیگر، و 2 ملائکه شب شام میان تا به صبح. این حال الله متعال میگه و قرآن الفجر، و تلاوت قرآن و خواندن قرآن در وقت نماز صبح. این قرآن الفجر، یقین داشته باش که در قرآن فجر وقتی که صبحکی تو قرآن میخوانی، تو باید یک عادت داشته باش که ملائکه که اعمال شب را میبرن، یا در وقت از پیش تو پیش الله برن و برای الله شهادت بتن که بگوین که من بنده تو را در قرائت قرآن یافتم. و دیگر هم باید بین دیگر شام مصروف تلاوت قرآن باشی که او وقت هم او ملائکه را در حالت چی ببینن؟ در حالت قرآن خواندن. ان قرآن الفجر کان و من اللیل، و از طرف شب فتهجد به نافلة لک، باز تهجد بخوان، این نفل است برای تو. عسا، شاید که ان یبعثک ربک، که تو را مبعوث کنه پروردگارت به مقام محمودن، به یک مقام بسیار عالی. اقدر
این از بزرگترین نعمت الله هست که الله یک بنده خدا توفیق نصیب بکنه که نصف شب که دیگرها کلگی خواب هستن در ثلث شب ای بخیزه و نماز تهجد بخوانه و مقام عالی را الله متعال برازی چی کنه؟ نصیب بکنه. و قل و بگو رب ای پروردگار من ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، ای پروردگارا مرا داخل بکن در جایی که یا در آوردن صدق پسندیده و نیک، و اخرجنی و بیرون آر مرا مخرج صدق و بیرون آوردن پسندیده و نیک، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، و پروردگارم بر من بگردان من لدنک از جانب خودت سلطانا قوتی که نصیرا مرا نصرت بکنه. پروردگارا تو برای من توفیق نصیب بکن که من بتانم به حق تسلیم باشم. و قل جاء الحق، و بگو برشان که جاء الحق، هر وقت که حق بیایه و زحق الباطل، باطل خودش از بین میره. یعنی انسان اگر شما یک گمراهی رو میبینین، بیدینی رو میبینین، شرک رو میبینین، ناروا رو میبینین، وقتی که در اتاق تاریکی رو دیدیم نیاز نیست که صوت چوب و پشت از تاریکی بگیری، گروه که روشن کردی خود به خود ای باطل چی میشه؟ تاریکی از بین میره. شما وقتی که در وجود یک کسی گمراهی را میبینین، شرک میبینین، بیدینی را میبینین، ضرور نیست که تو بخوای سر از او حمله بکنی و او را دشنام بتی یا گپ زشت بگویی. فقط توحید بیان کو، وحدانیت الله را بیان کو، قرآن را بیان کو، سنت را بیان کو. خود به خود وقتی که قرآن و سنت بر مردم بیان کنی، خود انسان میفهمه که والا من اینجا اشتباه داشتم، باید اشتباه را نکنیم، اینجا غلطی هست من غلطی نکنم، این فکر ما جاهلیت است این باید نکنیم، این پلان دشمن است باید من از خدا نجات بدم. از این خاطر میگه رسول الله صلی الله علیه و آله در فتح مکه وقتی که مسلمان ها را تربیت کرد چندین سال، روزی که فتح مکه شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مکه مکرمه داخل شد، اول چی کار کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ اول چوب نگرفت، بت‌ها را نشکستان. رسول الله صلی الله علیه و سلم دو بت است، یک بت در قلب است، باز تصویر از این بت آمده به شکل یک مجسمه ساخته شده. این اول این مجسمه را در قلبشان شکستاند، از بین برد. و باز بعد از وقتی که روزی که فتح مکه شد، امو کسایی که بت‌ها را ساخته بودن خودشان در خانه های خود بت‌های خود میده کردن و رسول الله صلی الله علیه و که عصای خود میگردن بت امی اثار من داخت کشش میکرد در زمین که مفتاد میده میشد. باز میگفت جاء الحق و زحق الباطل، جاء الحق و زحق الباطل، حق آمد. ان الباطل، حق چی است؟ توحید است. و جاء الحق، آمد توحید. حقیقتا در قلب از این مردم چی جای گرفت؟ توحید جای گرفت. خود به خود وقتی که در قلب یک مسلمان وحدانیت الله جای بگیره، الله را به یگانگی بشناسن در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عبادتش و در اطاعتش، دمی 5 بخش کاملا موحد شوه و کسی را در این شریک نسازه، باز خود به خود عادات باطل، خرافات، رواجهای زشت، شرک، بدعتها خود به خود از بین میره. خود به خود خودش بازی چیزا را از خود، از خانه خود، از فامیل خود از بین میبره. از این خاطر یک درس بزرگ است که شما اول از توحید شروع کنین. اگر یک نفر دیدی که نماز نمیخوانه، او را نگو که نماز بخوان. چرا؟ ای که نماز نمیخوانه، این نماز نخواندن نقص در قلبش است. اینجا در توحید و در ایمان ضعیف است. اگر قوت ایمان بیان شوه و وحدانیت الله در قلب از جای بگیره، خود به خود ایمان از این قدر قوی میشه که ایره کش میکنه، خودش نماز میخونه. اما اگر ایمان اقدر ضعیف شد که یک نفر وادار به نماز کرده نتانست، بازی ایمان نمیتونه که به جنت ببره. بازی دموجا هم دبنیم را خو میکنه، دمو سر پل صراط میمانه دیگه، در به در از تکه تکه هست. از این خاطر الله متعال میگه اول حق بیارین. قل، بگو جاء الحق، واقعا وحدانیت الله رسید در قلب صحابه مت جای گرفته بود. آل دیگه هیچ کس محبتی به بت نداره. وقتی که محبت به بت پرستی نداشتی، محبت به قبر پرستی نداشتی، خود به خود این چیزا از بین میره. اما چون این بت در قلب است، باز اگر او بت بشکنانیم محبتش در قلب باقی مانده باشه، از او که در بت کلانتر جور میکنه، هیچ فایده نمیکنه. اول باید توحید در قلب جای به جای بکنی. ان الباطل کان زهوقا، یقین داشته باشین که باطل حقیقتا نابود میشه و نابود شونده هست. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک.